بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز و بخصوص خواهران و برادران تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنان دیگر خواهران و برادران ما که در ایران هستند و افغانستان هستند و خصوصا خواهران و برادرایی که در تاجیکستان هستند، سلام و احترام تقدیم میکنم. دوستای عزیز، بعضی از مشایخ و علمایی که خود در منبرها و در بعضی از رسانه ها درباره دموکراسی و اینکه دموکراسی با اسلام مشکل نداره بحث میکنن و سر سخنهای ما هم انتقاد کردن و گفتن که سخنهای زنا نادرست است و کوشش میکنن که دموکراسی را جلوه بدن به این شکل که یعنی دموکراسی، منظور از دموکراسی شورا هست و وقتی که در اسلام شورا هست بنابراین دموکراسی هم کدام مشکل نداره. دوستای عزیز، ما اول میخوایم که این صحبت ها را برای او دوستای میکنم و برادرها و خواهرایی که در جستجوی حق هستند برای از اونا میگوییم و برای دیگرها و برای خود و برای کلگی از جانب الله هدایت میخوایم و بازو کسایی که دانسته و فهمیده حق قبول نمیکنه و باز کارشان است و وظیفه خودشان است، لکن مسئولیت ما چی است که باید برای دوستا، برای همگی حق بیان بکنیم. در غیر از او باز روز آخرت دست شما می باشه و یخن ما بازی قسم میخوایم که در آخرت یخن شما باشه دست ما. باز اونجا باز شما دلیل نداشته باشین که باز بگوین که این استادها ما میشنیدیم و در سایز رو میشنیدین و اینا برای ما حق نگفتن. به می خاطر ما برای شما بیان میکنیم کی قبول میکنه و کی قبول نمیکنه، او هدایت کار الله هست. اول توصیه ایه است بر از او علمایی که درباره از این صحبت میکنن. یک آیت برشان میگم و یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم. آیت قرآن دوستای عزیز برای ما میگه که ولا تقف ما لیس لك به علم. ولا تقف ما لیس لك به علم. تقف اینجا چی معنی؟ یعنی دنبال روی نکو، در پشت مردم نرو در چیزی که علم نداری، کورکورانه گپای مردم قبول نکو. ولا تقف ما لیس لك به علم، یعنی در پشت مردم اما تو دنبال روی نکو، بلکه الله متعال ان السمع والبصر والفؤاد، گوش تو، یقینا که گوش تو و چشم تو و قلب تو، کل از اینا در روز آخرت از اینا سوال کرده میشه. الله برات گوش داد. دوزخی ها در دوزخ چی میگن؟ لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم و از عقل خود کار میگرفتیم ما نمی بودیم از اصحاب سعیر دوزخی. پس باید بشنویم، با چشم خود باید ببینیم، با فکر خود سرش فکر بکنیم، تحقیق بکنیم. ایناله خوب وقتی که فهمیدیم بعد از او باز بخیزیم برای مردم بگوییم که اینی حق است اینی باطل است. اگر هدف ما چی باشه؟ رساندن حق باشه. اما اگر هدف دیگه چیز باشه ما که دوزو کار نداریم، از قلب مردم بحث نمیکنیم. اما اگر هدف حق باشه باید انسان چی باید بکنه؟ شما جوانای محترم، خواهرای عزیز، برادرای محترم، شما که میخواین حق چیز سعی کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه قاضیان فی النار و قاض فی الجنه. 3 تا قاضی هست، کسایی که قضاوت میکنن. این استاد راست گفت، این استاد دروغ گفت، این غلط گفت، این گپش درست است، این گپش نادرست است، این طور است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسایی که قضاوت میکنن در هر مسئله که باشه، 2 قاضی در دوزخ میره، 1 قاضی در جنت میره. کدام دو قاضی در دوزخ میره؟ اول قاضی که جاهل است، نمیفهمه قضاوت میکنن، تحقیق نکرده قضاوت میکنن، از دل خود مطابق مزاج خود فیصله میکنن، در دوزخ میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که دوزخی است.
دوم قاضی که حق میفهمه لکن به اهداف مختلف که باش که حاکم طاغوت ما خفه نشه، باش که فلانی اوف خفه نشه، باش که ماش ما قطع نشه، باش که امتیازات ما قطع نشه. مغضوب علیهم علمای بنی اسرائیل واره حق میفهمه عمل نمیکنن. این هم در دوزخ است. اما کی در جنت میره؟ او کسی که حق میفهمه و مطابق حق، اول خوب حق میفهمه باز مطابق از او فیصله میکنه، مطابق از او باز حکم میکنه. مسئله دیگه که است دوستای عزیز، حالا میریم سر مسئله دموکراسی. دموکراسی یک چیزی هست که از خارج آمده، از امریکا و اروپا آمده، و یا ای که ای از داخل هست، چیز خارجی هست. وقتی که یک چیز خارجی میاد، چیز خارجی رو باید ما اول از زبان خارجی بفهمیم. وقتی که تحقیق میکنیم، وقتی که خارجی چیز روان کرده، این رو باید بفهمیم که خارجی رو چی گفته. خوب فهمیدیم که خارجی اینی چیز گفته، بعد از او باز او را ما با اسلام مقایسه میکنیم که آیا این چیزایی که در اونجا هست این موافق اسلام است یا مخالف اسلام است. پیش از اینکه مقایسه بکنیم اول باید او را بفهمیم. باز بعد از او که فهمیدیم که اینی چیزایی از این در اسلام هستی نیست، بعد از او میگیم نظریات علمای بزرگ دیگه که هستن، کسایی که تحقیق کردن، اونا را مطالعه میکنیم که اینا درباره از چی گفتن، درباره از اینا چی گفتن، و علمایی که مفتی هستن فتاوا دارن اینا چی میگن. اینا بحثایی که ما همین قسم یک بحث میکنم و همین قسم یک بحث کردیم 10 سال 15 سال پیش من درباره دموکراسی نوشته کردیم و کتاب دموکراسی و یک کتاب درباره نظام سیاسی اسلام نوشته کرده بودم. در اونجا از دموکراسی یا صحبت کردیم. باز کتاب مشخص به نام سکولاریسم و دموکراسی عمل هم خلاصه شده، سرش کار کرده میرم و عمل در جریان است و ما شروع کردم بر شما امور قسمتاش که خلاص شده براتون گفته برم. اینال در اینجا ما چی میکنیم؟ بحث علمی و اکادمیک. اول دموکراسی رو میشناسیم از زبان کی؟ از زبان خارجی ها میشناسیم. یک وقت شاید 15 16 17 سال شب از این قصه، ما استاد بودم در پوانتون، من نمیشناختم دموکراسی را و نمیفهمیدم دموکراسی را که دموکراسی چی هست. خب هر کس هر چی گفته بودن ذهن ما هم متقاعد ود بود، نمیفهمیدیم که دموکراسی چی هست، چطور است، چنان است. بالاخره یک سفر به هندوستان داشتیم. در هندوستان یک پروفسور درباره دموکراسی، ما در 20 نفر از دانشگاه کابل استادا پروفسورها رفته بودن و در اونجا میهمان بودیم. یک شب ما رو رئیس همون پوانتون انستیتیوت اقتصادی بود در ممبای، ما را میهمان کرد رئیس پوانتون، رئیس دانشگاه. یک استاد ما پوهان زدران نام داشت و انگلیسی را خوب میفهمید. بر از اینا گفت ما در میهمانی تان میریم، خود در میهمانی شما عادت است که شما همیشه در میهمانی تان در پالوی دیگر غذاها شراب هم میمانید. ما مسلمان هستیم، ما شراب نمیخوریم. او برش گفت که برادر این کشور دموکراسی است. در اینجا چی جایز است، چی ناجایز است، چی حلال است، چی حرام است، چی خوب است، چی زشت است، ایرا پارلمان ما با اساس دموکراسی فیصله میکنه. پارلمان در دموکراسی صلاحیت داره که حلال حرام، جایز ناجایز، خوب زشت ایره تعیین بکنه. بله، از این خاطر گفت در پارلمان ما فیصله شده که شراب جایز است، حلال است، هر کس میتونه بخوره. تو که مسلمان هستی نمیخوری دلت، اما ما نمیتونیم که باور خدا بس جملهش خوب متبیادم است که this is our belief، این باور ما هست، یعنی این عقیده ما هست، این ایمان ما هست. از اونجا ما فهمیدیم که دموکراسی چی است. دموکراسی یک باور است، یک عقیده هست، در پالوی ازی که یک منهج است. پس آلی که آمدیم ما و شما میخوانیم که دموکراسی دو بخش داره.
بین شروع میکنیم اول دموکراسی را در نزد غربی ها میفهمیم، بعد از این من از خود نمیگم، دموکراسی را از پیش غربی ها میفهمیم، بعد از این خوب دموکراسی را شناختیم، بعد از این هر کدام فکری از این میایم با اسلام مقایسه میکنیم، بعد از این نظریات علمایی که درباره دموکراسی بحث دارن، کتاب نوشته کردن، تحقیق کردن، علمای بزرگ هستن، گپای از اونها نمیشیم. بعد از اون میبینیم که علمایی که از پیشان فتوا خواسته شده و سوال کرده شده و اونا دموکراسی رو شناختن چه قسم فتوا دادن و به این شکل به نتیجه میرسیم. اگر گپ شما باز درست بود ما تسلیم گپ شما میشیم، اگر آنچه که در اینجا آمده بود واقعیت، کل ما تسلیم واقعیت میشیم. برای ما و شما اساس چی است؟ حکم الله هست و قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع علمات اسلام و قیاس است. ما و شما میبینیم که علما الله چی گفته و رسولش چی گفته و علما چی اجماع کردن و چه قسم چی را بالای چی قیاس کردن و چی گفته. میم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول دموکراسی، کلمه دموکراسی را باید بفهمیم که دموکراسی چی مانا. دموکراسی علما میگن که کلمه دموکراسی از دو کلمه یونانی، اصلش کلمه یونانی هست، به نام از دو کلمه یونانی که یکیش دموس است و دیگهش کراتوس. ببخشید اگه من تلفظ یونانیش نمیفهم، خب مقصد براتون میگم که دیموس و کراتوس. دیموس مردم و کراتوس قدرت و حکومت، یعنی قدرت و حکومت به دست کی باشه؟ به دست مردم باشه. خب این خود در لغت است، در لغت زیاد چیزا هست که ما و شما درست او را، اما در اصطلاح سیاسی که فعلا استعمال میکنن دموکراسی چی مانم؟ دموکراسی را در اصطلاح علما چی میگن؟ میگن دموکراسی رژیم است. اینا میگن که دموکراسی یک رژیم است، یک نظام است. متوجه شدین؟ دموکراسی یک رژیم است یا نظام است. این یک کتاب است، آموزش دانش سیاسی، تالیف حسین بشریه، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، صفحه 161. این عالم چی میگه؟ کسی که کتاب نوشته کرده میگه دموکراسی رژیم سیاسی که قدرت عالیه را ناشی از رأی ملت دانسته و با وسیله ملت به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شود. میبینید اینجا میگه قدرت عالیه، یعنی قدرت عالی که هست که او عبارت از چی هست؟ قانونگذاری هست و حلال تعیین کردن است، حرام تعیین کردن است، خوب تعیین کردن است، خراب تعیین کردن، حق باطل. میگه این چی هست؟ خوب دقیق شوین که قدرت عالیه را ناشی از رأی ملت، نظر مردم. ملت یعنی مردم و با وسیله ملت یعنی مردم هستن که اینا چی میکنن؟ قدرت عالیه به دست از اینا هست، حکومت به دست از اینا هست. در حکومت قوه مقننه هست، قوه اجرایه هست و قوه قضاییه هست. کلش به دست مردم است. مردم هستن که قانون تعیین میکنن، مردم هستن که قانون تطبیق میکنن و مردم هستن که قضاوت مطابق این خوب و بد اینا قضاوت میکنن. خب دموکراسی مهم که در علمای غرب یک کسی به نام یوروفسکی در کتاب به نام دموکراسی نوشته میکنه. چی میگه؟ میگه پرزیدنت لینکلن، لام دوام داره، یک کسی گفت که لام دومش سایلنت است، لینکلن من میخوانم، گفتن نه لینکلن بخوانین. پرزیدنت یعنی رئیس جمهور لینکلن در خلال یکی از جنگ‌های مهیب داخلی که برای حفظ ایالات متحده، یعنی منظورش ایالات متحده آمریکا، جریان داشت، در خاتمه سخنرانی ترین انداز خود در گیتسبورگ معروفترین تعریف از دموکراسی در تاریخ امریکا را به دست ما داد. ملوین یوروفسکی کتاب نوشته کرده، غربی هست، به نام دموکراسی. اولی میگه خوبترین تعریف دموکراسی را کی برای ما داده؟ میگه خوبترین تعریف دموکراسی را پرزیدنت لینکلن میگه برای ما داده.
او چی میگه؟ او میگه که منظور او از دموکراسی چی است؟ میگه لینکلن میگه که دموکراسی دولت مردم توسط مردم برای مردم، حکم الشعب بالشعب للشعب. حکم مردم، حکم مردم یعنی قانونساز، حکومت کننده، قوه قضایه، اجرایه و مقننه مردم است. مردم است، مردم است، خالق نیست. حکومت مردم. ای علما از الله بترسید. ای علما گپ نزنین که در دوزخ برید. ای علما چیزی که از خارج میگه ایره چی کنین؟ ایره اول خوب بفهمین که امو خارجی چی میگه، امو کافری که جور کرده چی میگه. ایره که باز تو میخیزی بازی رو برای چی میگیری؟ برای یک کافر، مثل که یک نفر برای یک دانه کافر امریکایی رو بگیره، برای یک دانه لونگی و ریش خواره و تراجع کنه بگه اینا مسلمان. عقیدهش سعی کو، فکرش سعی کو، نظرش سعی کو. با لباس تو خونه میشه که تو بخیز لباس از رو تغییر بدی. اینا باید وقتی که در جستجوی حق هستی و مردم میخوای حق برسانی، که من فکر نمیکنم که حق بخوای برسانی، که اگر حق بخوای برسانی موبایل داری، کتابا هست، بفرمایید کتاب از این نفر در گوگل یافت میشه و بخوان. اگر خودت یاد نداری یک کسی دیگه را چی کن برات بخوانم. پس این میگه که حکومت مردم توسط مردم برای مردم، این هست دموکراسی. پس دموکراسی سه عنصر اساسی داره، یک عنصر نداره که شما میخیزید میگن که دموکراسی یعنی شورا. این از کجا کردین؟ دموکراسی سه عنصر داره: حکومت مردم، نه حکومت خالق، حکومت مردم. اما ما تو عقیده داریم که الحکیم الله هست، الله هست که تعیین میکنه که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است. الله به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، ای پیغمبر این خانم هایت ما برات حلال کردیم. یعنی حکم الله هست و الله در جایی که قدرت خدا بیان میکنه ضمیر جمع را بیان میکنه. و وقتی که پیغمبر عسل نمیخوره الله متعال برش میگه که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجک، ای پیغمبر چرا چیزی که الله حلال کرده تو را حرام میکنیم؟ یعنی پیغمبر در این وقت گفت عسل نمیخوره. مردم وقتی پیغمبر عسل نخوره کل مردم فکر میکنه خیلی حرام است. پس چرا این کارا میکنی؟ متوجه هستیم؟ پس دموکراسی چی شد؟ حکومت مردم توسط مردم برای مردم. اینا اگر شما از یک امریکایی پرسان کنین، اگر از یک اروپایی پرسان کنین، از یک دموکرات که هندی هست از این پرسان بکنین و شما که اینجا مثلا خالق الله یا دین این چی جای داره؟ او میگه نه 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 نه، اینجا حکومت مردم است، توسط مردم است، برای مردم است. از این خاطر ما جمهوریت آوردیم. جمهوریت چی معنی؟ یعنی جمهور مردم بر خودشان قانون میسازن. اگر کلش قانون ساخته نمیتونه در پارلمان نماینده خود تعیین میکنن، پارلمان نماینده میشینن کارتا را بالا میکنن. شراب چطور است؟ بخورن نخورن رأی میدن. این اکثریت گفتن شراب بخورین، خلاص کی میکنه؟ پارلمان دموکراسی میکنه. هنوز ما شما در مسائل اسلام نامده که چیز کنیم. خب اینال تاریخ دموکراسی رو باید ما شما بفهمیم. آیا دموکراسی در اینجا؟ نه، تاریخچه دموکراسی در غرب است. در غرب چی است؟ اونا میگن که یکی دموکراسی عین از زمانهای قدیم میگه بوده است، عین از زمانهای قدیمش ما شما کار نداریم. میگن تاریخچه دموکراسی در عصر امروز. در عصر امروز چی میگن؟ میگن در عصر امروز در اروپا کی بودن؟ میگه در اروپا بسیار اینمی حکومت کلیسا بود، حکومت کشیش ها بود، حکومت پاپ بود. اینال این کشیش یا به نام چی میگن؟ میگن قانون آسمانی است. من نماینده خدا هستم در زمین سیستم، هر قانونی که من میسازم قانون خدا هست. این نظامش چی میگفتن؟ تیوکراسی میگفتن. مردم اروپا از این ظلم کلیسا خسته شدن، گفتن ما به عوض نظام تیوکراسی که نظام دینی کلیسایی هست، نظام پاپ و کشیش است، نظام نماینده خدا هست که هر چی که گفت، اگر گفت گاو سفید است و شیر سیاست تو حق نداری گپ بزنی. مردم از این خسته شدن، عوضش آمدن چی کردن؟ گفتن ما نظام دموکراسی میسازیم. پس تیوکراسی را وضع کردن، دموکراسی آوردن. از همین خاطر دوستای عزیز
وقتی که چی هست ایناله یوروسکی چی میگه؟ میگه دولت تابع قانون اساسی که ریشه در ایده های آزادی خواهانه سیاسی دارد، در اصل در اروپای غربی و ایالات متحده به عنوان یک وسیله دفاعی از حق افراد برای حفظ جان و مال آنها و به جهت آزادی دین و بیان پدید آمد. برای تضمین این حقوق معماران قانون اساسی بر رسیدگی و کنترل بر قدرت هر کدام از شاخه‌های دولت، تساوی افراد در برابر قانون، دادگاه‌های بی‌طرف و جدایی دین و سیاست تاکید داشتند. جدایی دین و سیاست تاکید داشتند. معنایش چی؟ یعنی معنایش ای که اساس فکر دموکراسی سکولاریسم هست. سکولاریسم هم باز دو بخش تقسیم میشه، سکولاریسم شرقی و سکولاریسم غربی. سکولاریسم شرقی روس و چین است و سکولاریسم غربی امریکا و اروپا هست. سکولاریسم شرقی را سوسیالیسم میگن، کمونیسم میگن و سکولاریسم غربی را شرقی را سوسیالیسم و کمونیسم میگن و سکولاریسم غربی را چی میگن؟ سکولاریسم غربی را پلورالیسم میگن. و اصل شما اگر باز بیاین مراجعه بکنیم در کتاب ها و ببینیم که سکولاریسم چی است، سکولاریسم یعنی دور کردن دین از جامعه هست. مارکس نمیگفت که چی است؟ نمیگفت که دین افیون است، مخدر ملت هاست، مثل پودر وارس که کس بخوره ایره گنگس میکنن، باید دین نباشه. شما دوستایی که در تاجیکستان هستین گپای لینن، مارکس، انگلس، لینن و گپای کمونیستا و گپای سوسیالیستا از ما که خوبتر میفهمین و دشمنی از اینا رو با اسلام خوبتر میفهمین از پدرایتون، پدرکلانایتون. خودم خانه است برشان بگو که وقتی که این روس‌ها آمدن و وقتی که لینن آمد، وقتی که استالین آمد و این منطقه را اشغال کرد و گرفت و اینجا چی کرد سر مسلمان ها؟ چی حالت آورد؟ مسجدها را چی حالت آورد؟ و تا امروز هم دنبایشان حتی نمیگذاره که نام اولادت نام اسلامی بنی. اگر مثلا یک دختر مسلمان حجاب سیاه میپوشه، ایره میخیزه میگه این خرافات است، این مچم چطور است، چنان است، فلان است، فلان است. اما اگر باز برهنگی میباشه، بی حیایی میباشه، خودش میرقصه، بازی رو میگه چی است؟ میگه این بسیار خوب آدم است، خوب درست است. از ما که شما خوبتر ببینین، میفهمین و میشناسین. اینال سیاستمداران مثل توماس جفرسون و جیمز مدیسون و فیلسوفان از قبیل توماس هابز، جان لاک، آدم اسمیت، بارون دومینسکیو، جان استوارت میل و آزایا برلین هستند که یا چی هستند؟ امو سیاستمدارانی که اساساً امو مفکرین اساسی اندیشه سکولاریستی و دموکراسی هستند. یوروسکی چی میگه در کتاب خود دموکراسی؟ میگه به عقیده ارسطو و اسپنسوا، ارسطو فیلسوف قدیمی و اسپنسوا از معاصر، میگه هم حیوان یا انسان مجرم ناامید و پوچگرا یا حرج و مرج طلب و هم علیاذ بالله میگه که خدا و انسان، یعنی انسان هایی که کار چی میکنه خدا انسان که او از بالا و انسان در اینجا پایین، اینا میگه چی هستن؟ دیکتاتوری بالقوه میگه اینا هستن که قانون را در دست خود میگیرن. اینا میگه در دموکراسی میگه چی شود؟ میگه باید هم انسان و هم خدا و هم کلگی باید مطیع جامعه ساخت یا آنها را از اجتماع ترک کرد، یا باید مطیع شوند و یا اینا ترک شوند. هابز، لاک و بنیانگذاران امریکا همگی به این نظر موافق بودند. این شرط اصولی و حیاتی یک جامعه مدنی است که بدون آن این جامعه نمیتواند وجود داشته باشد. قوانین و سیاست‌های یک دولت مبتنی بر قانون اساسی تنها دامنه محدود و برخواسته از رضایت مردم نیستند. وظیفت و تعهد آنها خدمت به خوشبختی و رفاه مردم جامعه به طور کلی و تک تک افراد آن هست. همزمان با ادامه تاریخ امریکا، سیاستمداران آمریکایی هم انقلابیون و هم تطبیق کنندگان قانون اساسی همگی خود را وارث این ارثیه محسوب می‌گردانند. خب مؤلف دانش سیاسی چی میگه؟ این میگه دموکراسی قرن 20 حاصل لیبرالیسم قرن 19 است. البته متوجه شدین؟ دموکراسی قرن 20 حاصل
لیبرالیزم قرن 19 هست. اینا سوسیالیزم، سکولاریزم شرقی را سوسیالیزم گفتیم و سکولاریزم غربی را چی میگن؟ لیبرالیزم میگن. اینا ما انگلیسی هست که اینا چیز دارن. اینا میگه دموکراسی چی است؟ دموکراسی میگه که حاصل لیبرالیزم قرن 19 است. پس دموکراسی حاصل لیبرالیزم شد. لیبرالیزم شاخه چی را دارن؟ شاخه سکولاریزم دارن. و سکولاریزم چی است؟ دشمن دین است، یعنی دور کردن دین از تمام جامعه، از تمام چوکات های جامعه. رهبران اندیشه دموکراسی کسانی بودند که مستقیما به ضد نصرانیت اعلام جنگ دادن، قوانین آن را مطلقا رد نبودند. و انقلاب فرانسه وقتی که شد، چی بود شعار انقلاب فرانسه؟ آخرین پادشاه را با روده های آخرین کشیش اعدام نمایید. در فرانسه حکومت چی بود؟ در اروپا پادشاه بود، کلیسا بود، پادشاه بود. کلیسا چی میکرد؟ پادشاه را تعیین میکرد. کلیسا میگفت که این پادشاه است نماینده خدا است. چرا؟ میگفت به خاطر ازی که این پادشاه را کی تعیین کرده؟ کلیسا تعیین کرده. بران مردم چی خفه کرده بود در اروپا؟ کشیش ها، پاپ ها و پادشاه ها. اول دموکرات ها چی کردن؟ سکولار ها چی کردن؟ خواستن اون دی چیز از بین ببرن. نظام تیوکراسی که نظام پادشاه و نظام کلیسا هست، گفت از بین میبریم، به عوض از این نظام جمهوریت میریم و قانون دموکراسی را میریم که قانون در زمین ساخته شود و اینا از بین برن. و به این شکل شعار انقلاب فرانسه چی بود؟ که همین دو چیزه: آخرین پادشاه را با روده های آخرین کشیش اعدام کنید. اینا رو ما شما اینجا دموکراسی را در لغت فهمیدیم. انشاءالله در درس بعدی میایم ما و شما سر بحث میکنیم سر اساسات نظام دموکرات. انشاءالله در درس دوم، در حلقه دوم با ما باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.